که اصل کانالی فیض‌الله میدیا پیشکش شما می‌گرداند. نام و نسب من پیشروز جمالیان، مهمان برنامه امروزه ما ستاره استراد تاجیک شاهنازه رستم ایشان را پیش‌برد می‌کنم. شاهنازه خوش آمدید به برنامه. در حوزه حیوانات چگونه است؟ بهتر. شاهنازه رستم یکی از جگربندان هنرمند مشهور تاجیکستان رستم قاسمی باشد. شاهنازه سر اول شما را خوش آمدید میگیم و سپاس عرض میکنیم که دعوت ما را پذیرفتید. خوب امیدواریم که صحبت آزاد میشود و با چی دستاویز اومدید به کانال ما؟ سر اول سلام خود را به همه کلی مخلصان عزیزم میرسانم به کانال فیض‌الله میدیا. شاهنازه از پدر چه خاطره دارید؟ وقتی پدرم از دنیا گذشتن من 6 سال داشتم. خاطرات زیادی ندارم. اگر شما رو در اینستاگرام یا یوتیوب کسی تحقیق کنه با ما چی جواب میدید؟ هر یک عکسای هر یک صنعتکار این سخنهای بد هست هیچ نمیگن. هر کسی که سخن بد میگوید خوب میگوید حوالش بر خدا. باری شده است که تقلید کرده باشید و با کی؟ بله با کی؟ با استاد عزیزم ملیکه سیدова. ما میخواهیم که از آغاز تقلید شما نخستین سوال شما مثلا چی بود از تقلید آغاز شده بود همون زمزمه میکرد؟ من وقتی در مکتب تحصیل میکردم بسیار یعنی شما هنوز از مکتب خانه آغاز کردید و سراییدن؟ بله بسیار سرودای را تقلید میکردم تا روزی که شناختم. هنری کسی حرمت میکنم بهترینم. یعنی در جدای صنعت شما استاد خود را کی بشمارید؟ ملیکه سیدова. بهترین نسبت نفرانی که خاراکتری مشمونند دارند مثلا در هر جا از شما خبر میکشند چی نظر دارید؟ این خیلی شخصیت ها بسیار هستند. مثال وقت خبرهایی که در کوچه هست در جایهایی که می نشینند گپ میزنند و من خبرهای بسیار میارم که من کسی همون نمیگردم. خوب بخیلی در بین صنعتکاران آیا هست؟ البته که هست. آیا شده است که نسبت شما یگان نفر بخیلی کرده باشد؟ نه. یعنی هست البته در بین هر یک صنعتکار این بخیلی هست. بخیلی معنای را دارد که بسیاری ها من نمیدانم از روی مثال بخیلی زینه به زینه بالا می روی. وقتی می بینی مثال هم کسی تو یک چیزی خوبتر کوشش میکنی که از اون خوبتر مثال یک سرودی خوبتر که با سرودی تو گذاره. من بخیلی را در همین میبینم. دیگر مثال بسیاری هستند در شخصیت یکدیگر بخیلی میکنن که من این خاراکتر من ندارم. آیا شده است که از یکون نفر خیانت دیده باشید؟ خیانت؟ البته از دوست خودم. من از دوست خودم خیانت دیدم. چی خیانت کرد؟ خیلی حاجت گفتن نیست. وقتی که من خیانت دیدم من حواله آن را به خداوند کردم. هیچ وقت من در دل نمیگیرم همون خیانت کرد. بیزار خداوند بخشه شما نبخشید؟ من نبخشم. همه انسان خطایی میکنه در حیات. شما نبینید که در احاطه حیوانات قرار داره. کدامی از این حیوانات رو شما که در خانه داشته باشید؟ یگان پشه. برای چی؟ برای که من همه میترسیم. شما از شما پرسیم که چی نوگانی‌ها داره در پیش چی سرودهای نو است که تماشاگران شما در پیش فقط یک
نیت دارم، آرزو دارم که نخستین کنسرت خودم را در شهر بستانی کشکش مخلصان عزیزم سنش نمیتونم در نقشه هست در نقشه است. برای تماشاگرانتون و هواداران کدام یک سرود خود را می‌خوانید همین حالا به طور زنده من پیش از سرود خودم را خواندم میخوام سرود استادی عزیزم بخوانم به خاطر احترامش. این چی قسمت، این چی تقدیر، شادی بی غم ندیدم در جهانی بی وفا بی علم آدم ندیدم در جهانی بی وفا بی علم آدم ندیدم. احسن تشکر. احترام گفتید از به خاطر احترام برای شاهنوزه احترام چگونه است مثلا برای کدام سطح نیست احترام خود و احترام یک نفر دیگر ما همه انسان را یک خیل احترام میکنم، همه برای ما یکم، همه را یک خیل دوست میدارم، همه را یک خیل احترام میکنم. بیشتر از ستاره‌های اینترنتی کی را میپسندید؟ از ستاره‌های اینترنتی آیا از ستاره‌های خودم؟ و بعدا از خودم مثلا در شبکه هستند اون صنعتکارای و ستارهایی که به قول نپسندند هستند از ستاره‌های اینترنتی بوشی عزیز را، لیلا، موین، یلدوز عثمان و آزاده. از ستاره‌های خودمان آقای شبنم جان بسیار هنری بالا دارم، فیروزه حفیظ و مهرنگار رستم، احمد ظاهر، کرم افراد قربان، اینها شخصانی هستند که هنر خودشان را دوست می‌دارند، احترام می‌کنند. بیش از همه احترام خود احترام می‌کنند. هر یک نامی که گرفتم من فکر میکنم زنهایی که در اینجا نامی آنها را گرفتم مثل مرد هستند. هم صنعت، هم زندگی، همه طرف انسان‌های بهترین است. اولین سرود شما چی نام بود؟ اولین سرود من برای پدرجان عزیزم خواندم 2008 سال بود. میتوانیم 428 شنیده باشیم. پدرم جان پدرم، پدری خون جگرم، چی درفتی ای برم، به تو من خون جگرم، چی درفتی ای برم، به تو من خون جگرم، پدرم جان پدرم. خاطره‌های کودکی شما چگونه بودند؟ بسیار خاطره‌های از کودکی دارم، اما نمیخواهم که روزهای بد را پیش نظر بیارم. یکان حادثه جالبش شاید باشد در زندگی آدم. خاطر مانده ترین لحظه کودکیتون مثلا در جوانی نه کودکی در زندگی. هر یک شخص کودکی خود را در خاطر دارد، که من نمیخواهم که کودکی خودم را به یاد بیارم. روزها بسیار برای من آدم‌ها- مشکل بود. برای بسیار آدم ها میخوان از نام کودک شوند. من نمیخواهم. خب اگر فرصت دوباره کودک شدن نمیشد چه چیزها را صرف نظر هر یک چیز را چی عوض اصلاح کردم، هر یک خطایی که در حیات کردم، هر یک چیزی که برای من ناخوار بود من اینو البته که عوض میکردم. شاهنوزه در زندگی بیشتر از چی یا از کی میترسه؟ از خداوند بالای سر میترسم، بعد از آدم‌های بد.
آدمی بد یعنی کی؟ آدم‌های بد این یک سخن است میگن از مردن نترس، از زنده ترس که زنده کاری خود را میکند. به همین خاطر من بسیار وقت بسیار جایگاه نمیشینم، میترسم که از سببی که پدرم یاش رفتن، جوان رفتن، من همچون احتیاط میکنم، میترسم بسیار جوان هم میروم نمیشینم. سبب جوان رفتن پدر تقدیر الهی بود یا یک چی حادثه است شما؟ حادثه هم بود، تقدیر الهی است که خداوند که روز ساعت بندهش را بود کرد. البته که به هر یک سبب میروم. اونایی که مثلا در خارجه هستند و مخلصای شما در خارجی هستند برای چی دسته آمیز دارید؟ چی گفتن میخواید؟ برای نفرانی که از وطن عزیزم دور هستند، مهاجرند، برای آنها فقط سلامتی، بردباری ها، پیشروی ها و تمنا میکنم کجایی که باشن صحت و سلامت باشن، در یاد وطن عزیز باشن. شما یک سرودی دوست داشتنی خود که از آلبوم خودتون است برای تماشاگران ما میخونید؟ با پررنگ حال نی؟ نه من نمیخونم. خواهد 4 مصرع شد. یک سرودی نوی که به نزدیکی ایجاد می شود. حالا هیچکی نشنید است؟ نه میخوام همه سرود رو یک 4 مصرعش رو زمزمه کنم. من خاک پاد میشم، چراغ براد میشم، در آن شبانی تار ماهی هواد میشم. شیرین گفتاری من، شیرین رفتاری من، تا وقتی که هستی منم بهاد میشم. شما بیشتر با کدام آهنگساز یا شاعر کار میکنید؟ این آهنگ که پیشکش مخلصان میشود آهنگی خودم است، شعری ایجاد کرده خودم است با یاردم یک شخصیت دیگر. شنونده‌ش هم مایه البته. خوب بیشتری وقت با کی هم کار میکنید در انتخاب متن؟ در انتخاب متن با آرزوی ایسایف بسیارتر کار میکنم، با خیراندیش، یعنی شخصیت آهنگسازا دوران، فیضلی عمر، احمد ظفرجان قدی، من فراقتی آهنگای خودم بود. شده است وقتی که در سفرهای خارجی رفته باشید؟ بله. با کجا؟ اینقدر سفرهای خارجی هم بسیار هم نیست. با ترکیه رفتگیم، با مسکو. مدت طولانی بود یا کوتاه؟ طولانی. وطن رو یاد نکردید؟ وطن از دست کردید؟ البته به وطن هیچم. فرق بهترین. خوب یک سوالی است که اگر عبدالرازق یا قدم قربان پیشنهاد کنند باشه که دویت میخونیم، سرود با هم میخونیم یا کلیپ ثبت میکنیم، شما راضی میشوید؟ من هم کسبانی عزیزم را احترام میکنم، حرمت میکنم. اگر اجازتی دویت خواندن به من کن، البته که هر دوشان خط میکنم، جدا نمیکنم. اجازت را از کی بگیرید؟ اجازت را از شوهرم. شما فرزند هم دارید؟ چی نام دارد؟ فریدون جان. شهنازه از آغاز میدونستید که برنامه ما در احاطه حیوان‌ها صورت میگیرد؟ میدانستم تا این درجه نه. شهنازه بانو از آمدن خود در این برنامه راضی هستید؟ بله. راضی هستم و همه وقت در خدمتم. چی چیز در دل دارید برای گفتن؟ ما امکان میدیم که برای مخلصان خود، برای هواداران خود
арзи дил кунед ё ки ягон чӣ расонданӣ бошед марҳамат. چی مخلص باشد، چی هم کس باشد، چی هموطن باشد، با کل مردم، با کل مسلمان هایی که در کدام منطقه دنیا زندگی میکنند با همشان سلامتی پیش از همه روزگاری همه وقت با یکدیگر اتفاق باشند، جنگ جنجال نباشد، دوستی یکدیگر را بپذیرند، جای باشند یکدیگر را دوست دارند و برای دستگیری همدیگر تیار باشند. بهترین من با خسروی شهنازه همفکر شده برنامه رو با یک سرود شهنازه با اتمام میرسیم. مادر هر یکی ما مادر یکدیگر هستند. میخوام برایش یک چند مصرع برای مادر کنم. ای چرخی فلک زی دستی تو رنجورم، در حسرت دیداری مهی پرنورم، دریا شد و رفت اشک چشمانی ترم، افسوس که نیست آچه ره دورم، دریا شد و رفت اشک چشمانی ترم، افسوس که نیست آچه ره دورم. تشکر زیاد. سلامت باشید. شهنازه بانو برای کانال ما چی گفتنی هستی؟ با کانال ما و کانال فیض‌الله مدیا یعنی گفتنی ها دارم. پیشروی ها کسانی که در اینجا اشتراک کردن پشتی پرده هستند، خدمت کردن رحمت میندار است. میگذار همه وقتم خیلی در حرکت باشم. تشکر. ما هم از تشریف شما خرسند بوده مینداری بیان میکنیم که دعوت ما رو رد نکردید. تشکر زیاد. تماشاگران عزیز، برنامه دیده به دیده بود با اشتراک شهنازه رستم. احتیاط نگذار. نمیگذار بستر داری را دیدم هیچ کت بود بستر Gel çevir kız kapağı. Ne yanak baktı o? Ne iltimos ne ya o? Ne uy. Ne gönderiyor? Ay. Yanak baktı o metasa. Ana bu.